بوی دهان روزدار محبوبتر از بسوی پروردگار از بوی مشک دیده. همان دخیهای فرانسوزی که یک شیشچه اندکش $1000 و $2000 است، الله میگوید از همان مشکی که در دنیا مشهور است برای من محبوبتر دهان بوی روزدار است. همون بویی که در دهان شماست، انا همون به سوی پروردگار از مشک از دوخی دیده چی است؟ محبوبتر است. لصائم فرحتان، حبیب خدا گو روزدار دو خرسندی دارد، فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربه. دو خرسندی دارد. یک خرسندیش همین است که منتظر می شود که کنی ساعتی کشادن روزه بیاید. کی می آید؟ تیزتر ساعت گوییم که 5 دقیقه 6 شود، تیزتر 10 دقیقه 6 شود. گفته خرسندی دارد وقت طعام می بیند شادی او را چکار می کند؟ فرا می گیرد. این حالت خرسندیش ای گفت. دویم خرسندی که روزدار دارد این روز قیامت است، عند لقاء ربی، زمانی که پروردگار جمال آدمای روزدار را نشان میدهد. آن جمالی که در دنیا ما و شما شب روزان دعا میکنیم که خدایا از جمال جهان آرای خودت ما را با نصیب گردان. انا همون جمال جهان آرای روز قیامت پروردگار برای روزدارا چکار میکند؟ نصیب میگرداند. دو خرسندی ما و شما داریم. حبیب خدا میگوید لکل شیء باب و باب العبادت الصوم. هر یک چیز در دارد، هر یک عبادت برای خودش در دارد، لیکن در تمام عبادت ها این روزه ماه مبارک است. نوم الصائم عبادتون. حبیب خدا گو همون روزه داره که از تشنگی و از گرسنگی افگار شده است، مانده شده است، خسته شده است، خواب است، خوابش در نزد پروردگار عبادت نویسانده می شود. 3 ساعت خواب میکنی، 4 ساعت خواب میکنی. تصور کن تو در مسجد نماز خوانده ایستاده ای. برای آدمی روزدار خوابش هم عبادت است. حتی پروردگار به سوی ملائکه ها چی میگفته است؟ انظروا الی عبدی، همون بنده ای که شما نخواستین که من در زمین بیافرم پیدا کنم، نظر به سوی همون بنده کنین. ترک شهوته و لذته و طعامه و شرابه من اجلی. انا همون بنده بوی دهان روزدار محبوبتر از بسوی پروردگار از بوی مشک دیده. همان دخیهای فرانسوزی که یک شیشچه اندکش $1000 و $2000 است، الله میگوید از همان مشکی که در دنیا مشهور است برای من محبوبتر دهان بوی روزدار است. انا همون بویی که در دهان شماست، انا همون به سوی پروردگار از مشک از دوخی دیده چی است؟ محبوبتر است. لصائم فرحتان، حبیب خدا گو روزدار دو خرسندی دارد، فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربه. دو خرسندی دارد. یک خرسندیش همین است که منتظر می شود که کنی ساعتی کشادن روزه بیاید. کی می آید؟ تیزتر ساعت گوییم که 5 دقیقه 6 شود، تیزتر 10 دقیقه 6 شود. گفته خرسندی دارد وقت طعام می بیند شادی او را چکار می کند؟ فرا می گیرد. این حالت خرسندیش ای گفت. دویم خرسندی که روزدار دارد این روز قیامت است، عند لقاء ربی، زمانی که پروردگار جمال آدمای روزدار را نشان میدهد. آن جمالی که در دنیا ما و شما شب روزان دعا میکنیم که خدایا از جمال جهان آرای خودت ما را با نصیب گردان. انا همون جمال جهان آرای روز قیامت پروردگار برای روزدارا چکار میکند؟ نصیب میگرداند. دو خرسندی ما و شما داریم. حبیب خدا میگوید لکل شیء باب و باب العبادت الصوم. هر یک چیز در دارد،
هر یک عبادت برای خودش در دارد، لیکن در تمام عبادت ها این روزه ماه مبارک است. نوم الصائم عبادتون. حبیب خدا گو همون روزه داره که از تشنگی و از گرسنگی افگار شده است، مانده شده است، خسته شده است، خواب